اگر دنبال یه راه چربی سوزی میگردی که بوم انفجاری چربی سوزی کنی و در عین حال که داری چربی میسوزونی بدنت شل افتاده نشه، در واقع بدن سفت خوش فرم داشته باشی، عضلات ظریف خوش فرم داشته باشی، راهشو من بهت میگم. از تمرینات سیرکت یا تمرینات چرخشی غافل نشید بچه‌ها. تمرینات چرخشی تمریناتی هستن که طوری طراحی میشن که تعداد حرکات زیاد نیست، اما هر حرکت روی یک یا چند عضله کار میکنه، یعنی حداقل چند عضلاتون رو درگیر میکنه. میزان استراحت بین ستا خیلی کوتاست، در نتیجه ریتم ضربان قلبتون رو میبره بالا و کمک میکنه به اینکه چربی سوزی بیشتری داشته باشید. اما چون حرکات مقاومتیه، یعنی حتما توش دمبل یا کتلبل یا استپ یا پلیت هست توشون، کمک میکنه به اینکه در این حال که شما دارید چربی سوزی میکنین بدنتون شل افتاده نشه، بلکه یک فرم و شیپ بسیار زیبا بگیره. اگه دلتون میخواد باسن خوش فرم داشته باشید، باسن بالا، شکم تخت، شونه های خوش فرم، همه اینا با تمرینات سیرکت امکان پذیره و فوق العاده است برای خانومایی که تایم خیلی کمی دارن، خانومایی که شاغل هستن و معمولا وقت نمیکنن که چندین ساعت رو توی باشگاه وقت بگذرونن. در نتیجه میتونن توی بازه زمانی کوتاه این تمرین رو انجام بدن و به نتیجه دلخواهی برسن. مخصوصا خانمایی که دلشون نمیخواد خیلی عضلات بزرگی داشته باشن، اما دلشون میخواد در عین حال خوش فرم و سفت باشن. حالا این ویدیوی آخری که من براتون گذاشتم که هم تم کریسمسی داره، هم یه خورده فان و بامزه است، از دستش ندین، چون توی اون یک نمونه از تمرینات سیرکت یا چرخه‌ای رو براتون گذاشتم که میتونید برید ببینید و انجامش بدید. شاید در ظاهر فکر کنید که اوکی تعداد حرکات کمه و ساده است، اما وقتی پشت سر همینا رو انجام میدید، هر کدوم رو زیر 10 دونه انجام ندید، متوجه میشید که چقدر میتونه نفسگیر و هیجانی باشه. علاوه بر این که اینها رو باید یه سه دور کامل انجامش بدید که حالا اگر اون ویدیو رو نگاه کنید خودتون متوجه میشید. یادت نره که پیج منو حتما سابسکرایب کنید. خانمای خوشگل، کلی برنامه خوب براتون دارم برای چربی سوزی، برای عضله سازی، برای داشتن باسن خوش فرم، برای داشتن یک هیکل کربی بی‌نظیر. پس یادت نره پیج منو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم.